با درود به شما دوستان که همیشه ما رو یاری کردید در برگزاری برنامه‌های تاریخی و سپاس از دو میهمان ویژه امروز، جناب آقای عطایی‌فر، پژوهشگر شاهنامه و تاریخ، و همچنین جناب آقای شهرستانی، فعال سیاسی. قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم شادباش میگم. زادروز بزرگ مرد ایران نوین رضاشاه بزرگرو و زادروز زرتشت پیامبر آریایی. بسیار خوش تشریف آوردید به این برنامه. آقای عطایی‌فر، لطفاً برای ما از زادروز این پیامبر بزرگ آریایی صحبت بکنید و اینکه چطوری به دنیا آمدن، در چه شرایطی بود و چرا امروز. بفرمایید. سپاسگزارم. به نام خداوند جان و خرد. درباره زرتشت سخن بسیاره و خیلی هم سخته صحبت کردن درباره زرتشت، با اینکه خیلی چیزها باید گفت، به این دلیل که آنچنان شکاف و فاصله عظیمی بین ما ایرانیان در این 1400 سال با فرهنگ باستانیمون و به ویژه با زرتشت ایجاد شده که یه سری مفاهیم شاید ناآشناست و بسیار باید کار بشه تا از نو زرتشت و ایران واقعی شناخته بشه. ما بر پایه نوشتارهای پهلوی میدونیم که روز ایران روز 24 اسفند ماه زرتشت زاده میشه. در سده سوم هجری موبدی به نام زادسپرمیزیس که ایشون در کتابش اشاره میکنه به این تاریخ و این معتبرترین سندی که ما داریم. دلیل این که 6 فروردین رواج پیدا کرده این یک تاریخ قراردادی هست، چون انجمن‌های زرتشتی آگاهی نداشتن، شناخت دقیقی از این متن‌های پهلوی نوشتارهای کهن نداشتن و به صورت قراردادی 6 گذاشتن، ولی این کاملا اشتباه هست و اون گاه شمار تاریخ شمار ما به هم میخوره. ما باید خیلی دقیق باشیم تو کرونولوژی، توی گاه شمار تاریخیمون و من درآوردی باری به هر جهت دست به هیچ کاری نزنیم. اینو از این جهت میگم که شوربختانه بسیار در فضای مجازی این آگاهی های نادرست رواج پیدا کرده. مثلا زادروز فردوسی 1 بهمن نیست، این کاملا اشتباهه. و یه رساله کوچیک پهلوی هم داریم به نام روز خرداد از ماه فروردین. 6 هر ماه روز خرداد. شما میدونید که در ایران باستان ماه ها 30 روزه بوده و هر روز یک نامی داشته، نام یکی از ایزدان رو داشته. در این رساله پهلوی از آغاز آفرینش تا رستاخیز که پیشگویی میشه، فهرستوار و فشرده مهمترین رخدادها اومده، اما هیچ اشاره‌ای به زادروز زرتشت نشده. این سند خودش خیلی مهمه، نشون میده که 6 فروردین نادرسته. حالا چرا ما داریم اینطور پافشاری میکنیم؟ در کنار این جهان فیزیکی و مادی ما یک چیزی به نام متافیزیک هست، یک چیزی به نام کیهان، کهکشان‌ها، کائنات، فرکانس‌ها، ارتعاشات، انرژی‌های هنوز ناشناخته. و در ایران باستان بر این باور بودن که هر روزی و هر ماهی یک فرکانس ویژه کیهانی برای خودش داره. برای همین نامگذاری کردن به این شیوه این چیدمان رو گذاشتن. زرتشت بر پایه روایاتی که ما داریم، مادرش از روستای رقا یا ری بود که همین شهر ری امروزی، و پدر زرتشت از روستای سپیتمان بود. بر پایه یک سری آگاهی ها خاندان مادری زرتشت در جبهه جنوبی دماوند و خاندان پدریش در جبهه شمالی دماوند به سر می بردن، چون یکی از رساله های پهلوی به نام شهرستان های ایرانی زادگاه زرتشت رو پیرامون آمون یاد کرده. و ما روایاتی هم داریم که در آذربایجان زاده شده. هنوز
باید کار بکنیم و بررسی بکنیم. با توجه به این که چند تن به نام زرتشت هم در تاریخ ما ظهور کردن، لقب زرتشت رو داشتن. یعنی شما می‌فرمایید یک زرتشت نداشتیم، ما یک زرتشت در واقع لقبه، نامش سپیتمان بود و فرض کنیم مثل لقب پاپ یا لقب‌های دیگه. و چیزی که جالبه، اون روزی که زرتشت به دنیا اومده اسم این روز روشنان بی آغازه، روشنان بی پایانه و معنای نام زرتشت زرتشتر یا زرتشتر یعنی ستاره زرین یا روشنان زرین. این معنای دقیق زرتشته و نام این روزی هم که زاده شده روشنان بی پایانه. زرتشت آورنده روشنی نه تنها به ایران بلکه به جهان بود. بر پایه خود نوشتارهای اوستایی پهلوی، بر پایه گفتارهای مورخان کهن، فیلسوفان یونان، مورخان رومی و همینطور به سمت رنسانس اروپا که میریم همه جا نام زرتشت میدرخشه. این نکته خیلی مهمه. حتی مشروطیت ما با نام زرتشت آغاز میشه. وقتی شما نگاشته های میرزا آقاخان کرمانی رو میبینید یا وقتی ستایش میرزاده عشقی رو میبینید از زرتشت، عارف قزوینی. و اما اینکه زرتشت چه زمانی به دنیا آمد، بر پایه نوشتارهای مورخان یونانی و رومی 6000 پیش از هخامنشیان، 8500 سال پیش زرتشت زاده شده. پس به این ترتیب باز این تقویم 3700 خورده‌ای که شوربختانه جامعه زرتشتی بدون هیچ آگاهی درستی، بدون هیچ اطلاعات و منبع درستی داره به کار میبره، این مربوط میشه به ابراهیم زرتشت. در نوشتارهای مورخان مسلمان ابراهیم لقب زرتشت داشت و یکی از زرتشت ها بود، هرچند که آیینش، کیشش، دینش خیلی متفاوت با مزدائیس بود. و این تاریخی که ابراهیم به دنیا آمده، نه سپیتمان زرتشت. و ما در همین دوران کنونی پژوهشگرانی رو داشتیم که بر این تاریخ مهر تایید زدن، به ویژه شادروان بانو مری ستگاست. ایشان کتابی داره که ترجمه شده به فارسی، زمانی که زرتشت سخن گفت. این بانو باستانشناس بسیار برجسته‌ای بودن و ثابت کردن بر اساس آثار باستانی که زرتشت 6000 سال پیش از هخامنشیان میزیسته و این تاریخ کاملا درست هستش. یعنی حدود 8000 سال پیش، 8500 سال پیش. سپاس از شما جناب آیت. قبل از اینکه سراغ آیه شهرستانی بریم، یک خلاصه کوتاهی از سرگذشت موفقیت آمیز بزرگمرد ایران رضا شاه براتون میگم. در 14 سالگی وارد ارتش میشم و وقتی که سلطان وقت، من از اسم پادشاه استفاده نمی کنم، برای سلاطین دوران قاجار احمد شاه در فرنگ بودن، پیام میرسه که نخست وزیر وقت کارشو درست انجام نمیده و سلطان از رضا شاه میخواد که به داد مردم برسه و ایشون میرن و اونجاست که لقب سردار سپهی رو میگیرن و سید ضیا میشه نخست وزیر. بعد از اون سید ضیا هم نمیتونه، یعنی بعد از 100 روز سید ضیا هم نمیتونه نخست وزیر خوبی باشه و اعضای مجلس به رضا شاه که سردار سپه بود رأی میدن و به پادشاهی میرسه. در این باره خواهش میکنم آقای شهرستانی شما یک توضیح. در مورد این که فرمودید به عنوان کودتا چی از ایشون یاد میکنن، ما باید اول بریم به فرهنگ لغات مراجعه بکنیم و مفهوم کودتا رو در فرهنگ لغات پیدا بکنیم. در فرهنگ لغات کودتا رو میگه در واقع یک حمله خشن به یک دولت توسط یک نیروی نظامی و فی‌الواقع درست. اما ما میبینیم که رضا شاه از سال 1299
تا 1304 در واقع حدود 5 سال طول میکشه که به پادشاهی میرسه و این مفهوم اون کودتا رو به خودی خود خنثی میکنه. درست. این در مورد. حالا بفرمایید. و اینکه یه توضیحی بدید درباره زادروز رضا شاه و یه فلش بک بریم به قبل از اینکه وارد ارتش بشن. عرضم به حضورتون که زادروز رضا شاه در واقع روز 24 اسفند 1256 که ایشون در اون روز متولد میشن. این روز رو به همتون شادباش میگم که مصادف با امروزه و به سرعت ایشون وقتی وارد نظام و نیروی قزاق میشه مدارج ترقی رو به سرعت طی میکنه تا اینکه به فرماندهی قزاق منصوب میشه. زمانی که به فرماندهی قزاق منصوب میشه ما میبینیم که ملک الشعرای بهار در یکی از کتاباشون اشاره میکنه به اینکه رضا شاه پیش از 3 اسفند 1299 به یه شکلی در واقع احساس هراس داره از حمله بلشویک‌ها و روس‌ها به ایران. بنابراین تصمیم میگیره که نیروهای قزاق رو، تعدادی از نیروهای قزاق و حدوداً 1000 نفر رو ببره در اطراف تهران و اونجا اردو بزنن. زمانی که میره در اونجا اردو میزنن خبر این اردو به یه عده از سیاسیون که منتظر بودن شرایطی پیش بیاد که بتونن قدرت رو به دست بگیرن میرسه و در روز 2 اسفند ماه میرن در اردوگاه با رضا شاه ملاقات میکنن. در اون ملاقاتشون با هم قول قرارهای میگذارن و هم پیمان میشن با هم دیگه. کسانی که رفتن در واقعشون رو ملاقات کردن سید ضیا بوده و کلونل کاظم خان بوده، سرگرد مسعود خان کیهان بوده، سپهبد امیر احمدی بوده. اینها میرن در اونجا با ایشون ملاقات میکنن و در نهایت بعد از اینکه با هم هماهنگ میشن که چه کاری میخوان انجام بدن قسم میخورن به قرآن که به شاه وفادار بمونن و برای ایجاد امنیت و سرافرازی ملت گام بردارن. با این شکل در واقع صبح روز بعد ما میبینیم که نیروهای قزاق وارد تهران میشن. در 3 اسفند 1299 وارد تهران میشن و پایگاه‌های کلانتری‌ها و پایگاه‌های نظامی رو تحت اشغال خودشون در میارن که اغلب اینها با فرماندهی روس‌ها و انگلیس‌ها بود. بعد از ظهر همون روز مردم در سطح شهر اعلامیه‌هایی رو می‌بینن که در اون اعلامیه‌ها نوشته شده که حکم می‌کنن و زیر اعلامیه اومده که ما فداییان ایران هستیم و کسانی هستیم که برای ایران حاضریم جونمون رو فدا بکنیم و فداکاران حقیقی هستیم. آمده این تا ظلم و بیدادگری رو از ایران برداریم و همچنین برای رفاه مردم گام برداریم. 3 روز یا 4 روز بعد از این احمد شاه در واقع خواسته این کسان رو میپذیرن. خواستشون این بوده که سپهبد رشتی رو بردارن و به جاش سید ضیا رو به عنوان نخست وزیر انتخاب بکنن. احمد شاه وقتی این رو میپذیره کابینه جدید رو شروع میکنن و در کابینه جدید رضا شاه به عنوان وزیر جنگ مشغول به کار میشه. زمانی که مشغول به کار میشه متوجه میشه که بعد از یه مدت کوتاهی متوجه میشه که سید ضیا در واقع یک روابطی به صورت پنهانی و نیمه آشکار با انگلیس ها داره. همین موضوع باعث میشه که رضاخان یک مقداری دلسرد بشه از اینا و کاری که انجام میده این بوده که احمد شاه رو متقاعد میکنه که ظرف شاید کمتر از 4 ماه، فهمیدید 100 روز، سید ضیا رو از کار برکنار میکنن و بعد از اون قوام السلطنه میاد به عنوان نخست وزیر و بعد از قوام السلطنه مشیرالدوله نخست وزیر میشه و بعد از مشیرالدوله مصطفی الممالک
نخست وزیر میشه، یعنی 4 نخست وزیر طی این 100 روز. طی 100 روز نه، طی 100 روز سید ضیا رو برقرار میکنن و بعد از سید ضیا میخوام برسم به اونجایی که رضا شاه نخست وزیر میشه. بله. تا زمانی که رضا شاه نخست وزیر میشه، از 3 اسفند 1299 تا زمان نخست وزیری رضا شاه، ما 3 دولت دیگر رو به جز سید ضیا میبینیم. 1302 تا 1302. و در اون زمان وقتی که این 3 دولت بودن، در واقع رضا شاه متوجه میشه که هنوز هم نابسامانی در کشور وجود داره و گاهی وقتا برخلاف اون چه که مسائل کشور هست کارهای دیگه انجام میشه. واکنش هایی هم نشون میده در این مابین که چه اتفاقاتی میفته. رضا شاه واکنش به اینها نشون میده. یکی از واکنش هاش این بوده که یک روزی که احمد شاه در سفر فرنگ بود، گاری حمل پول بانک شاهی که مربوط به انگلیس میشد و امور اداری کشور ما رو در اختیار داشتن، گاری حمل پول رو در واقع توقیف میکنه، متوقف میکنه و کل این مبلغ رو به حساب خزانه‌داری نیروی نظامی میفرسته. ناگفته نماند که رضا شاه در دوره نخست وزیریش ارتش نوین رو ایجاد میکنه و در ارتش نوین با ادغام نیروهای ژاندارمری به نیروهای متفرقه که در ایران داشتن، یک لشکر، یعنی 6 لشکر در واقع تشکیل میده. ایران هیچ وقت تا اون زمان 6 لشکر نداشت. به این صورت ارتش نوین در ایران برقرار میشه و شکل میگیره. عرض من اینجا بود که گاری پادشاهی انگلیس رو مصادره میکنه، در واقع پولش رو به حساب ارتش میریزه و بعد از اون میگه که اعتراض میکنه. دولت انگلیس به این موضوع اعتراض میکنه و نامه اعتراضی به دولت ایران میفرسته و رضا شاه میگه که من به عنوان یکی از اعضای دولت، وزیر جنگ بوده، به عنوان یکی از اعضای دولت کاری که انجام میدم اینه که رسید این مبلغ رو از طرف دولت به شما میدم. و بلافاصله آرمیتاژ اسمیت رو که تنها بازمانده انگلیس ها در ایران بود رو هم اخراج میکنه، از ایران میفرسته میره که روزنامه تایمز لندن اون موقع مینویسه که آخرین بازمانده انگلیس ها در ایران از ایران اخراج میشه. و ناگفته نماند زمانی که سید ضیا هنوز بر قدرت بود و هنوز نخست وزیر بود، رضا شاه به عنوان وزیر جنگ تصمیم میگیره که افسران انگلیسی رو از ایران بیرون کنه و همین کار رو هم میکنه و تنها کسی که باهاش مخالفت میکنه سید ضیا بود و این نشون میده که سید ضیا تا چه اندازه برای انگلیس ها سعی میکرده مفید باشه و کار بکنه. به هر شکل این دوران میگذره. من اون چه که میخوام اینجا شما بگیرید اینه که وقتی میگن رضا شاه انگلیسی بود، در واقع همچین چیزی نیست. از ابتدا شما میبینید که وقتی میاد وارد عرصه سیاسی میشه، اولا رضا شاه نظامی بود. زمانی این وارد عرصه سیاسی میشه که این 4 نفر میان در اردوگاه باهاش ملاقات میکنن و از حوزه نظامیگری این رو میکشونن به حوزه سیاسی. جالبه، به خاطر همین خدماتشون بوده که مردم که نماینده هاشون در مجلس بودن میگن که ایشون باید شاه بشه. و جالبتر که هیچ کس در تاریخ نیستش که از این تصمیم ناراضی باشه یا اعتراض بکنه. یعنی ما هیچ جا نداریم، توی هیچ کتابی نداریم که اعتراضی داشته باشیم به این تصمیم نماینده های مجلس. فقط 1 نفر بوده که اعتراض کرد، اونم مادر احمد شاه بود. حتی احمد شاه هم اعتراض نکرد، مادر احمد شاه بود. اعتراضش چطوری بود؟ از اروپا بار سفر بس عتبات اولیا. عتبات اولیا کجاست؟ عراق رفتن که از روحانیون شیعی بخوان که مرتد اعلام کردن رضا شاه رو اعلام کنن. در این صورت وقتی که می بردن این مدرک رو به نماینده های مجلس میدادن و قانون مشروطه این بودش که باید مسلمان باشه شاه، خب طبق این قانون میتونستن ایشون رو عزل کنن.
موقعی رسیدن عتبات اولیا که در اون هنگام رضا شاه داشت قسم پادشاهیشون رو در مجلس میخورد و باز قسم پادشاهیشون خیلی جالبه. امام جمعه کمک میکنن که ایشون قسم پادشاهیشون رو میخوره و اختتامی که دست خودشون بوده با یک بیت از شاهنامه فردوسی به اتمام میرسه و همونجا نشون میده که این آدم چقدر افتخار میکرده به هویت ملیش. بله، و پس از اون این مسائل رو تا سال 1300 یعنی 15 دی 1300 ما پی گرفتیم. 15 دی 1300 به فرمان احمد شاه به نخست وزیری انتخاب میشن و میشن نخست وزیر ایران. اولین گامی رو که در نخست وزیری برمیدارن این بوده که 13,000 تومان از مجلس درخواست بودجه میکنن برای اینکه بتونن نیروهایی رو برای تحصیل به خارج از کشور بفرستن در امر طبابت و اونها برن دکتر بشن، برگردن بیان ایران و در ایران به مردم ایران خدمت بکنن. البته یه تعدادی دکتر در اون زمان در ایران وجود داشته، ولی این دکترایی که در ایران بودن در خدمت دربار بودن و خانواده های درباری، یعنی به درد مردم نمیخوردن. ایشون در دوره نخست وزیریش کارهای بسیاری رو انجام میده. حتی و پیش از نخست وزیریش زمانی که سردار سپه بوده به خوزستان میره و در خوزستان شیخ خزعل رو در واقع که نماینده انگلیس ها بوده و با اونها قراردادی نوشته بود که انگلیس ها بهش میگن ما حکومت خوزستان رو در خانواده شما به صورت موروثی میپذیریم و شما در عوض برای ما خوزستان رو حفظ میکنید، یعنی نفت رو برای ما حفظ میکنید. که رضا شاه با این موضوع کاملا مخالف بوده و میره بعد از شیراز متوقفش میکنن، اجازه نمیدن که پیش بره و متقاعدش میکنن. حتی میبینه که شرایط مناسب نیست الان برای که بخواد بره خوزستان سراغ خزعل، تصمیمش رو عوض میکنه، میگه که من میخوام برم زیارت اتباط. میره در عراق زیارت میکنه و برمیگرده، بلافاصله میره سراغ شیخ خزعل و شیخ خزعل رو میاره در پادگان باغ شاه تهران، اونجا نگه میداره و واقعا هم از شیخ خزعل پذیرایی میکنه، به خاطر اینکه شیخ خزعل رو بنا به دلایلی، سوای اینکه حالا داشت فریب انگلیس رو میخورد، به یه شکلی میشد گفت که یک حساسیت خاصی داشت. چون ما در خاطرات دخترش میبینیم که مینویسن که اگر کشتی میومد وارد اون منطقه میشد و پرچم شیر خورشید به ویژه نداشت، شیخ خزعل اجازه ورود اون کشتی رو نمیداد. باید حتما وقتی میخواست بیاد به ایران پرچم شیر خورشید رو باید نصب میکرد. و به خاطر همین مسائل رضا شاه در واقع با اون یه مقداری تخفیف میده و میاره در باغ شاه نگهداری میکنه ازش تا اینکه عمرش تموم میشه. البته یک نامه بخشش برای رضا شاه فرستادن که به مجلس ارائه شد، یعنی شیخ خزعل برای اینکه مورد عفو مردم قرار بگیرن و میدونست که اگر این نامه رو ننویسه و اون داستان رو ادامه بده، خب ناخودآگاه با مقاومت رضا شاه مقابله میشه و نمیتونه کاری بکنه. اینطوری میشه که وقتی اون نامه معروف رو به رضا شاه بزرگ می‌نویسه و اظهار ندامت و پشیمانی میکنه، اون هم میگه خب الان به عنوان یک ایرانی من این بهانه‌ای بود برای رضا شاه که بتونه اون خواسته خودش رو هم داشته باشه. خواسته خود رضا شاه به هیچ عنوان نابود کردن خزعل نبود. به همین دلیل اونو از خوزستان تا تهران میاره. میتونست در همون خوزستان کار خزعل رو تموم کنه، اصلا با خودش نیاره تهران. دردسر بود وقتی اینو با خودش. ولی چون از نظر سیاسی یک عشیره پشت خزعل بود. بله، ولی عشیره‌اش همونجا نابود شدن. یعنی وقتی خزعل رو می آوردن دیگه از عشیره خزعل چیزی باقی نمونده بود. هیچ جای تعارفی دیگه با خزعل نمیتونست داشته باشه. به هر شکل این اتفاق میفته تا اینکه به نخست وزیری میرسه و در دوران نخست وزیری عرض کردم که یه عده‌ای رو میفرسته برای آموزش طبابت، برن دوره پزشکی رو بخونن و برگردن بیان. 24 آذر 1304 وقتی که
احمدشاه در سفر فرنگ بود، میدونید که دائما احمدشاه رو به سفر فرنگ میفرستادن. وزرا وقتی میخواستن احمدشاه رو بفرستن برای سفر فرنگ، برنامهشون به این شکل بود که پول از بانک بیگانه قرض میگرفتن، هزینه سفر رو پرداخت میکردن، به خاطر اینکه دست و بال خودشون باز باشه در کشور، هر کاری که دلشون میخواد بکنن. هی میفرستادن اونجا و از این بعد ظلم میکردن به مردم. وقتی که در یکی از این سفرها بود، در تاریخ 24 آذر 1304، مجلس مؤسسان که برآمده از مجلس مشروطه بود و انقلاب مشروطه سالها آغاز شده بود، در نهایت میان به این نتیجه میرسن که سردار سپه رو به عنوان رضاشاه و به پادشاهی ایران بپذیرن و از اون تاریخ رضاشاه دیگه پادشاه میشه. وقتی پادشاه میشه شرایط کاملا در اختیارش قرار میگیره. حالا به فکر ساختن ایران نوین میشه. ساختن ایران نوین خب کار ساده ای نبود. زمانی که حکومت ایران رو به دست رضاشاه میدن، یک ایرانی رو به دست رضاشاه میدن که نابسامان، ناامن، مردم کشورش شفش از سر کله‌شون بالا میرفت. شال بگه اجازه میخوام 12 فرمان رضاشاه رو وقتی که دولت رو در دست میگیره رو بخونم از کتاب آقای جعفر شهری. خیلی جالبه، این تاریخ اجتماعی تهرانه. این 12 فرمان رو میگه تا قبل از اینکه حالا شروع کنیم قانونهای جدید شهری رو بذاریم، 12 فرمان میدن. خیلی جالبه. مصرف تریاک و شیره حتی در قهوه خانه ممنوع، یعنی بوده. سربریدن حیوانات مثل گوسفند و مرغ و خروس در ملأ عام ممنوع. هیچ کس حق ندارد در معابر غذای حاجت کنه. چاقو کشی، نزاع، عربده کشی، حمل کارد و چاقو و قمه ممنوع. نابینایان باید بازوبندی با رنگ زرد ببندند. معرکه گیری، مارگیری، تله‌گیری، گدایی، کلاشی، رمالی، سحر، دعانویسی، ولگردی ممنوع. یعنی اینا مشاغل اجتماعیمون بوده. شما حالا فکر کنید که اجتماع ما چه شکلی بودن که شغلهای پایه اینها بودن و میگه اینها ممنوع. هر کاسب به جز نانوا، کله پز، حمامی باید دکان خود را اول آفتاب باز و اول غروب تعطیل کنن. مردم زمان براشون مهم نبوده. یعنی الان اینجا ببینیم ما تاریخ کار داریم، زمان کار داریم. این تاریخ تعطیلی، این زمان باز شدن و بستن مغازه هاست اگر که شما مغازه دارید. و جالب اینها یعنی هر موقع دوست داشتن در مغازه رو باز میکردن، هر موقع دوست داشتن. یعنی یک چیز بلبشو. کبوتربازی اکیداً قدغن است و این خیلی جالب بود. وقتی من خودم داشتم این موضوع رو میخوندم میگفتم ایشون همچین جامعه رو گرفته، همچین قانونی هم گفته و ما میبینیم در جامعه پیشرفته ما حتی تابلو داریم که در این محل به این پرنده غذا ندیم، به این حیوان خونگی اینجا غذا ندیم. چرا؟ چون محیط زیست تغییر پیدا میکنه با نگه داشتن و پرورش حیوانات بیشتر. و جالبه من در فیلم هایی که در زمان محمد رضا شاه هم ساخته میشد، مثلا برای اینکه جلوه بدن که غیر مستقیم به عوام که یک دیکتاتوری بوده، مثلا بهروز وثوق از این بام به این بام، از این بام به این بام میپرید. چند تا پاسبان هم تو خیابون بودن. چرا؟ چون میخواست کفترباز رو بگیره و مردم میگفتن عجب شاه دیکتاتوری داریم. یعنی توی ریزترین چیزها انقدر بمباران فکری بوده که ما الان به اینجا رسیدیم بدون اینکه هیچ کتاب تاریخی رو بخونیم و همه چیز رو چشم بسته قبول کردیم. جالبه هر نانوا مکلف است برای نانهایی که از تنور بیرون میآورد سکوی آجوری بپزد. یعنی اون نانوایی خاک بوده، سکو نداشتن. بعد میگه باز دوباره به خوراکی فروش ها میگه شما باید تمیز کنید مغازات، یعنی بهداشت وجود نداشته. دوباره میگه آب خزینه‌های حموم باید هر هفته عوض بشه، یعنی عوض نمیشده. میگه سگ‌های خانگی باید قلاده و زنجیر ببندند و این 12 فرمانی بوده که تا این ویرانه سرا رو تحویل میگیره. ادامه بفرمایید. بعد از اینکه به پادشاهی میرسه تصمیم میگیره که ایران رو بسازه. کار ساختن ایران
خیلی راحت نبود در اون زمان. عرض کردم مردمی رو به رضا شاه تحویل دادن، ضمن اینکه هزاران بیماری داشتن، از تراکم و وبا و نمیدونم بیماری های آمیزشی و آویله و خیلی بیماری های مشکلی داشتن و فراوان. و این مردم اگر شما به تصاویرشون در اون زمان نگاه بکنید، یک دستاری به سر میبستن، یک عبایی می‌انداختن رو دوششون و یک شالی به کمرشون بود که یک قمم روی زیر شالشون بسته شده. رضا شاه از این مردم کسانی رو تربیت میکنه و تحویل جامعه میده که اون شال برداشته میشه، اون قمه برداشته میشه، کلاه میذاره سر، کت شلوار میپوشن و کراوات میزنن. یعنی در واقع ما میتونیم بگیم که بعد از 1302 تا 1304 تحویل میگیرن. نه، بعد از 4000 سال کراوات رو در واقع به ملت ایران برمیگردونه و این خیلی موضوع مهمیه که هیچ وقت در هیچ جا بهش اشاره نشده. کراوات رو فکر میکنن این روشن فکرهای ما میگن که کراوات از کرواسی اومده و متعلق به یونانی هاست، در حالی که اینطور نیست. کراوات متعلق به فرهنگ ایرانیه و ما هم در اوستا داریم اینو و هم در سنگ نوشته داریم. پاپک پدر شاپور روی سنگ نوشته هست که کراوات به گردنشه، قشنگ کاملا واضحه. و بعد از 4000 سال کراوات رو به جامعه ایرانی دوباره برمیگردونه. اینها چیزاییه که معمولاً توده‌ای ها و کسانی که واقعاً از بنیان با ایران و ایرانی دشمنی دارن سعی میکنن که جلو بگیرن از اون و اجازه ندن که این اخبار به گوش مردم برسه و آگاهی این شکلی رو مردم نداشته باشن. به هر شکل در راه این سازندگی زمانی که کار رو آغاز میکنه احساس میکنه که راه‌های ارتباطی برای داخل و خارج بسیار مهمه. به همین دلیل شروع میکنه به ساختن راه‌های ارتباطی بین استان‌های ایران و همچنین راهایی که به خارج از کشور وصل میشه برای حمل و نقل. اولین سفری رو که یک مهمان خارجی میخواد بیاد وارد ایران بشه، عبدالناصر از عراق وارد میشه به ایران. قبل از وارد شدن عبدالناصر به ایران، رضا شاه به این فکر میفته که ما خیابونامون همچین شرایط درستی نداره که بخوایم عبدالناصر رو بیاریم. به خاطر حفظ آبروی کشورش سعی میکنه که بعضی از خیابونا رو آسفالت کنه، مثل باب همایون، لاله‌زار، اون خیابونای سپر قرار بود رد بشن، راه گذرشونه که این سه خیابون بود. این سه خیابون رو میگه که آسفالت کنیم که مهمانمون وقتی میاد به این کشور آبروی کشورمون حفظ بشه. بعد میان میبینن که هیچ کس از آسفالت سر در نمیاره، یعنی یک همچین کارسازی در کشور ما تا اون زمان وجود نداشته. تا دوره قاجار اکثر مسیرهای عبور و مرور کوچه‌های باریکی بودن که خاکی بودن. در دوره رضا شاه وقتی همون آغاز کار شروع میشه، خیابون‌ها بعضی سنگفرش شده بودن، بعضی با ماسه پوشیده شده بود، ولی آسفالت وجود نداشت. درخواست میکنه از کسانی که در اروپا بودن و تجربیاتی دارن بیان تجربیاتشون در اختیار شهرداری بگذارن تا خیابون‌ها رو آسفالت کنن و موفق نمیشن. کسی در اون حد آگاهی نداشت. به ناچار به خاطر این مهمان از روسیه یک شرکت روسی رو میارن که این سه تا خیابون رو آسفالت کنه. وقتی اینا میان آسفالت میکنن، سلمان بهبودی یکی از مشاورین رضا شاه بود. سلمان بهبودی رو رضا شاه احضار میکنه که خود سلمان در کتاب خاطراتش مینویسه که منو احضار کردن اعلیحضرت و من رفتم اونجا، به من گفتن که آخه کشوری که خودش همه وسایل آسفالت رو داره، این شرم‌آوره که ما از خارج کسی رو بیاریم بخواد کشور ما رو و خیابون‌های ما رو آسفالت کنه. برید هر جوری شده فکر بکنید که چجوری باید این آسفالت رو به دست خودمون انجام بدیم و خیابون‌ها رو آسفالت کنیم. و این میگه که من شب وقتی برگشتم اومدم خونه، به ذهنم اومد که یک بنایی آشنا سراغ دارم که بنای ماهری هم هست. رفتم پیش اون و بهش گفتم فردا که من میخوام برم به این پیمانکار روسی سر بزنم، تو بیا اونجا خودت رو به اصطلاح معرفی بکن که آشنایی با من بده که من بگم این آشنای من کار میخواد، بهش کاری بدی و تو اونجا مشغول شو. وقتی مشغول شدی چند خم این کار رو یاد بگی.
2 روز بعد این بنا میاد، شبانه میاد در خونه سلمان بهبودی و میگه که آقا من یاد گرفتم این کار رو، من طرز پخت آسفالت رو یاد گرفتم. میگه من اون شب رو خواب نداشتم، صبح زود بلند شدم رفتم خدمت اعلیحضرت و گفتم که این کار آسفالت رو ما یاد گرفتیم. گفت بلافاصله تلگراف میزنه به ایلام و میگه من سال گذشته که اومده بودم ایلام شما به من یک دریایی بود که سیاه بود و مثل دریا برق میزد و من گفتید این پیره، میشه اونا رو بفرستید بیاد در تهران؟ میگه که این الان شل ما نمیتونیم، وسایلی که بتونیم اینو جمع آوری بکنیم نداریم، امکاناتشو نداریم. میگه خب برید هر جوری شده امکانات اینو فراهم کنید که بتونید اینو تهیه کنید بیاید. به هر شکل نخواهیم این بحث رو ادامه بدیم، ولی تا قبل از این که بخوان سازوکار آسفالت رو یاد بگیرن میگه خیابون‌ها رو سنگ فرش کنیم و قرار میذاره که به فرض اگر امروز پنجشنبه است، روز شنبه این کار رو آغاز میکنیم و قبل از اینکه کار آغاز بشه حتما منو در جریان بگذارید، من میخوام برای آغاز کار اونجا باشم. و خیلی ها این رو نوشتن که رضا شاه خودش همون روز میاد اونجا، همه فکر میکردن که میخواد بیاد ببینه که چجوری میخوان کار رو شروع بکنن یا افتتاح کنه در واقع کار رو، ولی میگه 2 متر از خیابان رو خودش شخصا سنگچین میکنه. این یعنی عشق به اون مملکت. البته بعضی از کسایی که مخالفن خواستن اینو نوشتن و در اختیار ما قرار گرفته امروز که ما بهش افتخار میکنیم، با اینکه دشمن نوشته ما افتخار میکنیم که این میهندوست بوده. اونها اینو نوشتن که بگن رضا شاه لیاقتش سنگ فرش کردن خیابون بوده نه پادشاهی. به هر شکل یک روزی هم میگه عبور میکرده از اونجا، عصر یکی از درشکی ها سر میخوره و میفته، خیلی متاثر میشه به خاطر زمین خوردن عصر و میگه حتما کار آسفالت رو شروع و این اتفاق میفته و وسایلش رو بلافاصله تهیه میکنن، همون بنا رو میارن، 7-8 نفر دیگر رو هم میارن، آموزش میده و سراسر تهران و بعضی از شهرستان‌ها خیابون‌های اصلیش رو آسفالت میکنن. این نمونه که شما آوردید کوچکترین نمونه است از کارهای خیلی بزرگش. خب بله ایشون انقدر کار انجام داده که نتونیم ما بگیم. بله، ولی خیلی جالبه که همونجوری که شما میگید مشاوران خردمندی هم داشته و شعار سیاسی رضا شاه بزرگ خدا شاه میهم بود. من میبینم که آقای عطایی‌فر خیلی ساکت هستن. در این باره شما میتونید یه توضیحی بدید؟ فکر میکنید که خب وقتی نگاه میکنیم میبینیم خدا شاه میهن یکی از شعارهای اصلی و سگانه ایران باستان بوده در دوران هخامنشی و ساسانی و باز نوآوری میشه و باز میاد در ایران نوین، این میشه شعار سیاسی رضا شاه. آیا شما فکر میکنید که این طرز فکر و اندیشه خودشون تنها بوده یا یک خرد جمعی بوده یا کسانی که مثل موبدها که شاه رو راهنمایی میکردن در زمان باستان کسانی بودن که این نقش رو برای رضا شاه داشتن؟ رضا شاه در واقع فرزنده شایسته جنبش مشروطه بود. پس ما باید عقب‌تر بریم و ببینیم که این قضیه در جنبش مشروطه چجوری بوده و زمانی که به روشنفکران مشروطیت نگاه میکنیم رویکرد بسیار ژرف و پردامنه‌ای به ایران باستان داشته. کلاً پس از اسلام تمامی جنبش‌های آزادی خواهان ایرانیان در برابر اشغالگران رویکرد به باستان بود، باستانگرایی بودش. چرا؟ برای اینکه هر آنچه که ما می‌خواستیم در جهان باستانی ایران فراهم شده بود، از نظر فلسفی، عرفانی، هر نوع ایدئولوژی سازنده و غیره. و یکی از افراد بسیار سرشناسی که در اون دوران به پادشاهی پهلوی یاری رسوند ارباب کیخسرو شاهرخ بود و به هر حال دیگر کسانی که علاقه‌مند بودن به ایران باستان. ما اینجا نباید گمان کنیم صرفاً زرتشتی زادگان، کسانی رو داریم مانند استاد بزرگ ابراهیم پور را بود
ایشون هم زرتشتی شده بودن. تاریخ هخامنشی و بسیار خدمات بزرگی کردن و استاد پورداوود بودن که پیشنهاد جایگزینی تاریخ شاهنشاهی به جای تاریخ عربی و اسلامی رو کردن در آثارشون. بسیار کارهای ارزنده و بزرگی انجام دادن. سپهدار مزگان رو خیلی جالب به اسم روز پرستار ثبت کردن در دولتی که مخالف با هر چی که با مضمون هویت ملی است. ایشون خیلی خیلی خدمت کردن و کتاب‌ها و پژوهش‌های خیلی زیادی دارن. یه نکته دیگه هم که هست درباره پادشاهی پهلوی و کلا تاریخ ایران بعد از اسلام اینی که هر دودمان و سلسله‌ای که ملیگرا بود و خواست ایران رو از نو مانند دوران ساسانی و قبل از ساسانی یک پارچه کنه، با ناکامی روبرو شد. حتی خود پادشاهی پهلوی به این دلیل بنیادین که دین و دولت موجود در ایران یگانه نبودند. فرهنگ ایرانی با آیین عربی اسلامی هرگز سازگاری نداشت و ایجاد یک پارادوکس و دور باطل میکرد و تضادهای درونی در اینها پیش می اومد. ما حتی آل بویه رو که نگاه میکنیم، دیلمیان، سامانیان، یعقوب لیث و همینطور که جلو میان، حتی زمانی که به دوره صفوی میرسیم، صفوی ها خب شاهنامه رو برکشیدند، ولی شما اگه خوب دقت کنید این کشاکش، این تضادها اینجا وجود داره و همه دولت‌های ملی در ایران به این دلیل سقوط کردن، ناپایدار بودن، چون روحانیت ملی و ایرانی پشت سرش نبود. اگر به 8500 سال پیش برگردیم، جامعه‌ای که زرتشت در اون زاده شد یک جامعه پیشاروسایی بود، تازه از دوران نوسنگی داره میاد بیرون. کسانی بودن به نام کبیها که اینها فرمان روایان محلی و ستمگری بودن و کرپان ها که کاهنان اون زمان بودن و اینا دست تو دست هم با جادوگری و خرافه و غیره مردم رو میروشیدن و در جهل و نادانی با قربانی های خونین و خیلی چیزهای دیگه که ما بینندهش هنوز هستیم. زرتشت میاد برای نخستین بار یک ساختار و سیستم ایجاد میکنه و پس از اینکه با ویشتاس آشنا میشه، برای نخستین بار در جهان نظریه دولت رو ارائه میده و ساختارهای اجتماعی پدید میاد. یعنی طبقه بندی میشه اجتماع، آتوربانان، کشاورزان، ارتشداران. اگر زرتشت ظهور نمیکرد، جامعه ایران و جامعه جهان همچنان میماند اونطور که اینجا بومی های استرالیا 70,000 سال موندن و یا در آفریقا و یا خیلی جاهای دیگه. از فلات ایران این تمدن ها و فرهنگ ها سرریز میشه و به سراسر جهان میره. همونطور که گفتم بانوی باستانشناس مری ستگاس در تحقیقاتش ثابت کرده که بسیاری از آثار باستانی که از همون 7,000 سال پیش 8,000 سال پیش در اروپا به دست اومده، اینها آثار مهاجران ایرانی بوده که با کیش و آیین زرتشت به اونجا رفتن و زرتشت برای نخستین بار قانونهای مدنی رو می‌نویسه. شاهکار زرتشت اینه که هیچ تضادی بین دین و دانش و بین دین و مدنیت پدید نمیاد. چرا؟ چون زرتشت خردگرا بود و دانشگرا بود و برای همین کتاب اوستا در واقع نخستین دایره المعارف جهان به شمار میره که سرشار از تمامی دانش‌های زمان خودش بوده. خب برمیگردیم به آقای شهرستانی. آقای شهرستانی، همونجور که میدونید دوران پهلوی برخلاف دوران قاجار زیاد ما رابطه با دیگر کشورها نداشتیم.
و این به خاطر اینه که تنها سفر خارجی که رضا شاه بزرگ میره به ترکیه میره، یعنی اصلا نه به اروپا نه به کشورهای دیگه که مثل دوران قاجار هستش که سلطان‌ها دائم در سفرهای تفریحی بودن، این رو نداشت و تنها سفر ایشون سفر به ترکیه بوده. و وقتی برمیگردن ما داستان آزادی زنان رو داریم. آیا شما فکر میکنید که سفر ایشون به ترکیه باعث همچین چیزی شده؟ البته بی تاثیر نبوده سفر ایشون. نخست که اگر ایشون سفر زیادی نداشته و تنها به ترکیه رفته، این بوده که احساس میکرده کشورش بیش از سفر کردن نیاز به بازسازی داره و باید در کشورش میموند و کشورش رو میساخت و ترکیه رو سفر کرد. تنها جایی بود که سفر کرد به خاطر نزدیک بودن فرهنگ دو کشور که در آغاز قبل از اینکه بخواد به ترکیه سفر بکنه ما سفر یک مهمان خارجی دیگر رو به ایران داشتیم. امان الله خان شاه افغانستان میاد به ایران و اگه بخوام به موضوع بانوان ربط بدیم، زمانی که امان الله خان میاد در ایران، همسر امان الله خان حجاب نداره. در افغانستان پیش از این که در ایران این اتفاق بخواد رخ بده، همسر رضا شاه حجاب داره ولی همسر امان الله خان حجاب نداره و دوستی که حالا با هر شرایطی از نظر دیپلماتیک با ترکیه داشت باعث میشه یک سفری به ترکیه داشته باشه به خاطر گرفتن بعضی از اطلاعات فنی برای ساخت کشور. سفر میکنه به اونجا و میبینه که در این کشور زن و مرد دارن کنار همدیگه کار میکنن و زندگی میکنن و در پیشرفت کشورشون بسیار کارآمد بودن و دارن کشور رو به خوبی میسازن. وقتی برمیگرده میاد تصمیم میگیره که اون چه رو که به هر حال دیده بوده و اون چیزی رو که تجربه کرده بوده، خب میدونید رضا شاه اصلا از ایران بیرون نرفته بود و در یک محیط نظامی زندگی کرده و هر شکل میاد شروع میکنه به ساختار بانوان در ایران. کاری که رضا شاه میکنه در مورد بانوان و اون کشف حجابی که انجام میده، واقعا میشه گفتش که در تاریخ ایران در تاریخ 1400 سال پیش از اون بی‌نظیر بوده. یعنی رضا شاه کاری کرد که بانوان رو که 1400 سال در پستوی خانه ها مجبور بودن زندگی بکنن، به بازار کار و زندگی و مشارکت با اجتماع دعوت کردن و اونها رو آوردن به بازار فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی. ببینید امروز خیلی از این جوجه فمینیست ها تلاش میکنن که مثل اون خانم شادی امین که میاد توی رسانه اینترنشنال میشینه لم میده و میگه من به عنوان یکی از مسئولین انقلاب زنانه میگویم مرگ بر شاه. غلط میکنی میگی مرگ بر شاه. اگر این پدر و پسر نبودن کی میتونست شما رو از اون گنداب مدفوع 1400 سال استعمار و در واقع سرکوبگری مردانه، سلطه مردانه شما رو بیرون بکشه؟ این پدر و پسر این کار کردن. آزادی شما، آزادی امثال اون، من پوزش میخوام از بانوان، منظور من امثال اون افرادن، آزادی اینها در واقع به وسیله این دو پدر و پسر انجام شد و الا اگر این کار رو انجام نمیدادن اینها هنوزم که هنوزه باید در همون مدفوع مرد سالارانه اسلامی باقی میموندن و هیچ وقت نامشون زن نمیشد. در واقع نامشون همون مدفوع باقی مونده بود در تاریخ. ولی امروز میان به خاطر اینکه تاریخ رو برگردونن میخوان سوء استفاده بکنن از فعالیت‌های بانوان آزادیخواه سرزمینمون که امروز میخوان اون آزادی رو برگردونن دوباره. میان میگن که ما مسئولین انقلاب زنانه هستیم. فراموش کردن که اون آزادی رو که رضا شاه به اینها داده بود، امثال هما ناطق و مریم رجوی در سال 57 از همین بانوان گرفتن. حالا اومدن مدعی میشن که ما مسئول انقلاب زنانه هستیم. و این لیست کوتاهی هستش از
کارهایی که این مرد بزرگ انجام داده و در سال 1323 فوت میشه. پیکرش رو مومیایی میکنن میبرن قاهره. بعد سال 1329 محمد رضا شاه پیکرش رو از قاهره میاره شهر ری. درست سرنوشتی که برای محمد رضا شاه هم اتفاق افتاد و امیدواریم که رضا شاه دوم پیکر محمد رضا شاه رو برگردونه به ایران. من پرسشم رو از شما عطایفرد میپرسم که به نظر شما نقش فرهنگ زرتشت چقدر پررنگ بود برای اینکه ما در زمان رضا شاه دوباره به اون فرهنگ رسیدیم و تأثیر گرفتیم ازش، مثل ساختن دانشگاه. و ما میبینیم که در معماری ما همونجور که آقای شهرستانی گفتن اون آزادی زنان توی همه چیز تأثیر میذاشت، توی معماری خونه ها هم تأثیر گذاشت. قبل از اون اندرونی داشتیم، بیرونی داشتیم، نمیدونم در حتی جاهای زیارتی زنها رو باید به دالانهایی داشتیم. در معماری اسلامی که معماری نداره، نمیدونم چی بگم، در ساختن تفکر اسلامی تفکر هم نداره. معماری ایرانی در دوران اسلام. بله اینطوری میتونیم یه جوری به هم واژه‌هایی هستن که اصلا اسلامی با معماری با چیزهای نوین همخوانی نداره. دقیقا مثل جمهوری اسلامی میمونه که این دوتا پیش هم هیچ جوری نمیشه با واژه‌ها اینها رو توصیف. خیلی چیزا تحمیل شده به ملت ما، این هم یکیشه. این هم یکیشه. کلا یعنی اون آزادی زنان از بستر کلا نگاه کنیم بستر اجتماعی میبینیم که در معماری ما، شهرسازی ما تأثیر گذاشت. یعنی این شکلی نبود که فقط خب حالا زنها حجاب نداشته باشن، خیر، باید همه چیز عوض شد. ادارات، مشاغلی خاصی بود که خدمتتون عرض کردم، نمیدونم دزدی و دلالی و اینجور چیزها بود. و وقتی که بانوان اومدن به عرصه به قول معروف جامعه، همه چیز عوض شد، شغل‌ها عوض شد، سازندگی عوض شد. شما فکر می‌کنید که اینها چه تأثیری از فرهنگ آریایی داشته؟ درباره معماری گفتید، یاد آرامگاه پردوسی افتادم. آرامگاه پردوسی نخستین بار وقتی ساخته شد خیلی معماری جالبی نبود، از نو خراب کردن و ساختن به شیوه ایران باستان. و جالبه که اون موقع، اون زمان فرد مشهوری بود به نام محمد موعود طباطبایی. ایشون اعتراض کرد چرا به سبک ایران قبل از اسلام اینو ساختین. یعنی حتی از معماری هم نمیگذاشتن آدمایی که سرشناس بودن، نویسنده بودن و پژوهشگر بودن. درباره این فرهنگ و تأثیری که بود، ببینید زرتشت زمانی که ظهور میکنه نخستین کسی هست که به زن ایرانی آزادی میده و برابری میده. یعنی شما وقتی که ابرگات‌های زرتشت و اوستا رو نگاه میکنید، زنان پا به پای مردان هستن. و در ساختار جهانشناسی که داره، یعنی امشاسپندان، ما 6 تا امشاسپند داریم. این امشاسپندان نیروهای کیهانی هستن که این جهان رو ایجاد کردن. 3 امشاسپند نرینه هستن، 3 امشاسپند مادینه و زن هستن. امشاسپندان سپندارمز ایزد زمین، امشاسپند خرداد ایزد آبها و امشاسپند امرداد ایزد گیاهان، یعنی 3 و 3 با هم. و زمانی که به همون فرهنگ باستانی نگاه میکنید، در دوره هخامنشی فرمانده نیروی دریایی خشایارشا آرتمیس بود. در زمان خسرو پرویز در همین شهر ری فرماندارش گرگیه بود. یک زن به فرمانداری میرسه، زنان به سپاهیگری میرفتند و اینها فرهنگ باستانی ما بود. وقتی میگیم فرهنگ، این فرهنگ برخواسته از چیه؟ خود بینشی که زرتشت برای ما ایرانیان به ارمغان گذاشت. من از یه سری توی این سالها که پژوهش کردم، از یک سری نگاه ها، برخورد ها،
پیام‌ها کتبی شفاهی میفهمم که ملت من چقدر مسخ شده، ولی خوشبختانه داره این روشنی تو این تاریکی نفوذ میکنه. یه زمانی ما میگفتیم زرتشت، همه رم میکردن. دوست نداریم اسمش رو بشنوه. درباره کوچکترین مسائل عرب‌ها اینقدر آگاهی داشتن، زمان میذاشتن، جشن و عزا میگرفتند. من خیلی رک و پوست کنده خدمتتون بگم، به عنوان کسی 4-5 هزار صفحه نوشتم، چاپ شده. 4-5 هزار صفحه من کار کردم، به یکیش هم همین این کتاب 600 صفحه است. با قاطعیت خدمتتون بگم اگر زرتشت نبود چیزی به نام ایران، این فرهنگ ایرانی وجود نداشت. کوروشی در کار نبود، فردوسی هم در کار نبود. شاهنامه فردوسی با تمام عظمتش بخش کوچکی از اون اوستای بنیادینه. 1400 سال ما رو زیر بمباران تبلیغاتی، دروغ، بیشرمی له کردند. ما رو به جون هم انداختن زیر این مذهب و اون مذهب برای یه سری عرب. ما سینه زدیم برای قاتلان و متجاوزانی که به زن و دختر ما در پایان ساسانیان تجاوز کردن، همشون هستن. این چیزی که ما میگیم زرتشتی، مزدایی، اصلا قابل قیاس و قابل سنجش با اونی نیست که به نام کیش‌های ابراهیمی شناخته میشه. این چیزیه که بر پایه خرد، دانش و دادگری، قانون، زرتشت قانون می نویسه، قوانین رو می نویسه، قانونی که شاه و گدا باش با هم برابرن در برابر قانون. ما چه ایرادی، چه چیزی میتونیم از زرتشت به راستی بگیریم؟ شما چی میتونید بگید؟ چه کار بدی کرد؟ چه کار ناپسندی کرد؟ چرا ما زر رو دادیم، زر زرتشت رو دادیم، آهن قراضه عربا رو گرفتیم؟ و میدونیم زمانی که ساسانیان فرو پاشیدن، میلیون ها ایرانی به سوی هند و چین گریختند. از اونها هیچ اثری نیست مگر بسیار اندک پارسیان هند. پارسیان هند، زرتشتیان هند، این هم میهنان ما، کوچکترین، اندکترین اقلیت در هند و بزرگترین سهم رو در اقتصاد هند، در تولیدات هند و در فرهنگسازی در هندوستان دارن، پارسیان هند. و درباره عظمت و بزرگی زرتشت همین بس که نامدارترین فیلسوفان یونان، فیثاغورس، افلاطون، هراکلیتوس، دموکریت، همه اینها شاگردان مکتب مغان بودند. همه اینا سند داره، فرضی هم نیست، همش سند داره، مستنده. اینا می اومدن ایران می آموختند. فلسفه از یونان شروع نشده، با زرتشت آغاز شد. عرفان با زرتشت آغاز شد. توی قرون وسطا باز دوباره غرب یه دست به کپی برداری و حتی دزدی میزنه. خیلی چیزایی که مال ما ایرانیان بوده یا عربی و اسلامی وانمود میشه، بله، یا اینکه به اسم همون کپی بردارا تموم میشه. یعنی شما میخواین این نتیجه رو بگیرید که رضا شاه بزرگ دوباره میخواسته ایران رو با استفاده از فرهنگ و هویت ملیمون برگردونه به همون قدرت پیشینه‌ای که داشت. همه اینا رو که گفتم برای همین بود که این مرد بزرگ که واقعا سوشیانت زرتشتی هست، سوشیانت یعنی کسی که به ملتش سود میرسونه، منجی رهاننده ملتشه. این مرد بزرگ چون اون زمان باستانشناسی هم تو ایران شروع به شکوفایی کرد، یه سری کتاب‌ها زبان‌های مختلف به فارسی ترجمه شد. رضا شاه بی سواد نبود. بی سواد این کسای روشنفکرنماهای چپی و اسلامی بودن که 2000 سواد نداشتن. اولین دانشگاه خودشون در ایران تأسیس کردن و خیلی جالبه که سرور دانشگاه تهران استفاده از معماری باز دوباره زمان ساسانیان هستش.
سپاس از شما و سپاس از آقای شهرستانی.